40 روز در گذشته یه پدر مهربان دلسوزی، یه پدری که عاشق فرزندانش بوده، یه پدری که عمری زحمت کشیده برا فرزندان خوده، فرزندان بزرگوار این بابا. الان چشمان روزه دیگه صدای نازنین بابا سنجان رو نشنیدیم. الان چشمان روزه دیگه خندای زیبای بابا رو ندیدیم. میخوام بگم صفای خانه مردم، پدر و مادر اون خانه، خدا پدراتون رو براتون نگه داره. اگر پیرم باشن گوشه خانه باشن بازم تکیه‌گاه اولادن. هر وقت دل پسر دل دختر میگیره میاد تو خونه